I just realized که این ما داریم این میشه تبلیغ مجانی برای زنه. نباش من به همشون دادم. همشون نمیدونم کمراشون اینقدر نمیدونم موهاشون تا زمین صاف یه چیزایی که اصلا نیست نمیشه. Hey, my name is Ramtin. I am Rastin. و امروز ما گفتیم بذار ما یه ویدیوی فارسی دوباره درست کنیم برای شما چون خیلی وقت نذاشتیم و میدونم شما خیلی از این ویدیوها خوشتون میاد. من همیشه اصلا یه دونه از کارهایی که خیلی دوست دارم بکنم هست که توی اینستاگرام وقتی میری توی ریلز ویدیوهایی که ایرانیان همیشه من خوشحال میکنه. احساس میکنم که خیلی از ویدیوهای خارجی خنده‌دار داره. Yeah, I agree. Yeah, I agree. فارسی بلد نیستی مگه؟ نه فارسی نمیدونم به خدا. به خدا. به خدا. به خدا. بذار ما شروع کنیم. تلفن تو داری؟ من هیچ وقت رو ریلز ایرانی نیستم. من اصلا همه ریلزهای من اینجوری فقط تو فارسیه. بذار از اینجا شروع کنیم بس ما وایستید. چیز خنده‌دار نشون بکن. فقط چیزای خنده‌دار نمیخوام ببینم، اسخای میکنم. جز ویدیوهای خنده‌دار اصلا چیزی ندارم تو همه ویدیوهای خنده‌دار. خفن میخوام ببینم. اصلا چه خفن؟ من نمیدونم خفن چی میشه. I have no idea. بگید خفن. فکر کنم یه چیزی مثل خیلی خوبه میگن خفن. من میگم از اینقدر originals I've heard recently میگن داف میگن یه چیز مثل خیلی دافه. فکر کنم خفنه. Like the beer from The Simpsons. فکر کنم ولی تقریبا یه چیز همونجوری باشه. اگه کسی میدونه خواهشاً تو کامنت برای ما بنویسید. داف چی میشه داف؟ داف چیه خفن چیه؟ و کلمه‌های دیگه هم هست که باید یاد بگیریم. ما از کجا شروع کنیم؟ بیا راستین ما از اینجا شروع کنیم. Some of these are just people swearing, so we have to be careful. باید خیلی careful باشی با این رامتین. نمیشه. بیا از اینجا شروع کنیم راستین. باید ویدیو خوب عالی نشون بدی. یه چیز خفن باید باشه. آقا سجاد یواش عزیزم یواش. آقا سجاد مامان یواش. آقا سجاد متوقف شو برادر ولش کن. آقا سجاد یواش. آقا سجاد ولش کن بذار این زمین دیه. چجوری تام میگه؟ تاپ‌های قویه. آقا سجاد یا ابوالفضل مرد کمری بکنی. من نه تنها افتاد تاپ ما چرا مثل این نیست؟ چی؟ تاپ ما چرا مثل این؟ من اگه ول کنیم جلو منم همینجوری میکوبی زمین تو. اگه سلامی دانی برو ولش داره رو زمین بذارش رو تابگه دو خردیه بده بشش میرم میدفعه گردنش میشکنی نکدیه ولش بکن چه جا راست داره میگه به خدا. نه خودش اون مرد کنده بیچاره ول کن. اوکی اینو چاستین بیمار امروز ما دختر خانم 18 ساله هستند که برای عمل جراحی سفیدی یا وایتنینگ قسمت پرینه و لابیوپلاستی به طور توأم مراجعه کردن. این کار بدون درد انجام میشه فقط با کرم‌های I just realized که این ما داریم این میشه تبلیغ مجانی برای زنه. من این دکتر رو نمیشناسیم و شما یه بار بگیم مثل ما این تبلیغ نیست. ولی گذاشتی همه من که خب خوشم بینی من عمل شده است. مال من نیست. کلا قانون من یا مثل فکرهای من رو اولی که اگه شما یه چیزی داری که خودت دوست داری بدن خودت باید این کار رو بکنی. چی هر چی مثل نظر این و اون فامیلات هستن تو گوش نکن. اگه خودت میخوای کاری بکنی به خودت آسیب نمیخوای برسونی هر چیزی که دوست داری که خودت اون قیافه اون شکلی که دوست داری برسی این کارو بکن. به خدا راست میگی. what about مواد؟ میتونم بزنم؟ چیف خیلی خوشحال میکنه. مواد. من میخوام میتونم مواد اینجا مواد میزنی سلام دوستان عزیز من دنبال یه بادیگارد هستم. تو میشه بادیگارد باشی. من بادیگارد تو رو میشم. فرقی نمیکنه هر جای دنیا باشه میتونه با من قرارداد 1 ساله ببنده. 1 ساله یه تو وقت داری 1 ساله؟ نه من هنوز مدرسه 1 سال زیاده. سال خیلی زیاد نمیتونم. هنوز دانشگاه دارم. دیگه چی؟ این چی جوری اسموتی داره درست میکنه؟ نمیدونم اون چیز اول چی گذاشت توش؟ ماست بود. نبینم اگه چیزی لازم داشتم تو وسط کار بهم بده. من براش از این معجونی که الان دارم این دوست پسر میخواد این بادیگارد نمیخواد. خدایش این دوست پسر میخواد پول بده دوست پسر بخره. شرط کارم هیچی نیست. ماهی $100,000 بهش میدم. همه چی بهش میدم. خوبه. تو ویلایی هم که زندگی میکنم. تو ویلا میتونی بری دورش. چه خوب چه عالی. کجا اپلای کنم؟ برای بازنشستگیشم. بازنشستگی هم داره retirement. I know what Oh she's taking the piss. گذاشت توش. خوبه داره شوخی میکنن. شما هم خدا نگهدار. ای کاش من ویدیو مثل این داشتم رو تلفنم. فکر کنم یکی دو داشته باشم. آقا حرف نزده. باید ببینم. خفه شو. ویدیو رو نگاه کن من تموم شه بریم اونور. اوکی. جان
مامان جان مامان جان نه جان نه هنوز داره میریم ثریا ننه مهربون ما چیز دختر خانم گلشون سدیر خاله ما گراما مثل مامی ما 3 تا نسلیم به خودمون خیلی مثل خودمون خیلی خوب میدونیم که ما 3 تا نسل داریم 6 تا هست اور 5 تا هست وای مرد یکم زودتر چون تصویج آروم آروم در حرف میزنی تو پایین به من بنویسید آقای خانم کیه ننه ماست؟ خب اول میشه چی بچه؟ بعدا نوه بعد چی؟ از بعد از نوه نبیره به خدا بعد از نوه نمیدونم مثل الان من بچه بیارم میشه چیه آبجی؟ نمیشه من که نوهشم میشه یا میشه نویره یا نبیره یه چیز اینجوری بعد از اون میدونی چیه؟ ندیده اوکی کس هیچکی زندگی نمیبینه اونا رو این فکر کنم میشه ندیده اون ندیده از اون اولی Jesus Christ این همون سوسیه که گفتم خاله به این میگیم سوراخ خاک هرمز که گلک اسمش چی؟ خیلی خوشمزه است میاریم خاله خاک تصفیه شدهش میاریم خونه و میریزیم تو آب این خاکه رو میریزیم رو ماهی که نمک زدیم 2 روز گذاشتیم با خاک سس درست میکنه به خدا من اگه تمیزش این چیز ندیدم نه من تا نشدم مال اینا نمیدونم مال کجای ایرانه تو مرغ چی داره درست میکنه نفهمیدم وای مال جنوب لیست خوشمزه است یه بار شنیدم فکر کنم مال جنوب ایرانه اون تو رفتی اینه نخوردی من جسارتا نه وقت نداشتی خاک تصفیه شده رو بخوریم نه وقت نگرفتم کاش به چیزی بخوریم بله من رو حرفم هستم همچنان دوستش دارم پاشم وایسادم سالها میخوام باش زندگی کنم اگه خدایی نکرده جواب نه بگیرین بازم طرفدارش میمونیم طرفدارش میمونم ولی طرفدار کی میرم پی زندگی خیلی ناچیزه در مقابل احترامی که من برای شما قائلم من شما رو خیلی دوست دارم و دوستم به شما برسم اینو مرد هست از چیزه این هنرپیشه هست زندگی کنیم یعنی نیت من اینه من خیلی قدردانی میکنم فهمیدم زیباتون اگرم احیانا شوخی شده بابت اون من چی what do you know what's going on I think this guy's famous and the girl's a fan or whatever and she's like trying to like convince her like how she'd be a good girlfriend به کدوم موضوع دوستش دارم منتظرم اینکه جواب مثبت ازش بگیرم چی میخوای ازدواج کنی شما اینا واقعا دوست دارم یه چیزی بشه منم بالاخره کم سنی ندارم سنی ندارم I mean she's being optimistic نه بابا داره میگه من سنی ندارم یعنی که مثل من دیگه جوان نیستم بارا بهش گفتم بابا تو حسودی بعد بهم گفته که نه مگه من میخوام باهاش ازدواج کنم آره نکنه شما میخوای باهاش ازدواج کنی یعنی من خیلی دوستشون دارم و فکر میکنم دیگه در حدیه که دوست داشتنم یه حدیه که از طرفداری گذشته خب در واقع الان شما اگه دوستش داری یه پیغام میفرستی برش یه دی امی آپشن‌های دیگه داریم تا یعنی این فکر کرد که مثل سوال من اینه که این یعنی رفت اونجا اینو دید از جلو انتظار داشت این بگه مثل من واقعا با تو اونم بگه باشه بریم همون جوری این که خانم روی پامس نید لنگ گذاشتن تو اشتباه بود خانم جان اگه میخوای یه مرد اینجوری صفر 2 دستی بگیری نمیتونی تو همجوری بیای یه جازی مرد یعنی واقعی من باید کلاس بذارم چجوری شما همسر جمع کنیم یعنی چی همسر کورس بذار برای ما رامتین آقا الو سلام چی میخوای هی زنگ میزنی؟ ببین رضا اون شب که اومد خونه ما به من گفت من سرما خوردم ببین رضا اون شب اومد خونه ما گفت سرما خوردم من واسه شلغم درست کردم رضا چرا مثل رضا میکنی؟ ببین دختر آخه دختره بیچاره چرا استرس داره من رضا رو بخور شلغم فکر کنه تو یکی تو زنگ زد مثل این اون که نمی‌کرد شوخیه بیچاره خونه میزد بهش که من بهش شلغم ندم ببین تو همیشه من همراهت از روی زمین پول میچینم خب این حرفا به تو نمیرسه شلغم بخوره تو سرتو اینقدر رضا رو در رو همونجوری که صحبت کنی رضا به من گفت دختره لباس نداره لباسای منو تنش میکنه رضا دیگه تموم شد رضا دیگه کارش تعطیله رضا اصلا بیچاره هیچ کاری نکرد دیگه کارش هم تموم شد حتی گفت که شورت رضا هم تو میپوشی رضا این چی کاری تو داری میکنی این ناکن
رضا این کارات عیبه. کارت خیلی عیبه رضا. خیلی عیبه. این عشق ابدی تو دیدی؟ نه ندیدم. من دیدم. باید بهش از انباری در اون بودن. وارو بردون اما تو انباری. آیا برای فیلم دیدن میخواد بره؟ Does he want to go to the movies? Does he? من بهتون اینه بگم من خودش مشکل دارم با این معلم‌های انگلیسی رو که شما تو اینستاگرام و تیک تاک اینجور جاها میبینین. احساس میکنم هیچ کدومشون لهجه درست رو داره به شما یاد نمیدن. شما خواهش میتونین این جمله رو بگید. اینو بخون تو انگلیسی. Does he want to go to the movies? Does he want to go to the movies? Does he want to go to the movies? این چی داره میگه؟ Does he want to go to the movies? Does he? Does he what? Does he want? تو یه بار دوباره بگونی تو رو از مووی میندازم بیرون. دیگه نمیتونی بری تو فیلم. اگه ولی خدایش بگم همه همه آدمایی که من میشناسم که انگلیسیشون خیلی خوبه آدمایی هستن که فیلم‌های انگلیسی زیاد نگاه میکنن. Like you have to consume a lot of English media and you'll be fine. چیزای انگلیسی رو مدام نگاه کن لهجت خوب میشه. این چیه؟ ببین تو چند سالته مادر؟ آخه میدونی کبدت گرید 1 به بالای چرب شده؟ این از حالا با 10 سالگی کبدت که فرمانده قدرده. خب این چه وضعشه؟ این همه چربیه شکم نه دکتره فهمیدم دکتره. یه فکر کنم دکتر گیاهی باید باشه تقریبا. این همه بدن زده بیرون. سرم چه خوردی؟ خب چقدر خوردی؟ گندون زیاد. نه گرمیجات. اینه بهتون بگم ما هیچ جای دیگه دنیا اینو نداریم. مثل اینجایی که ما بزرگ شدیم این ایده‌ای که مثل بعضی چیزا گرمی یا سردی میارن اصلا اینجا نداریم. من خودش منم مثل پارسال شدم برای اولین بار. بعضی از آدما باور میکنن که بعضی از غذاها یا توی بدن وقتی میخوریش گرم میکنه بدن رو یا سرد میکنه. من فکر میکنم که این خانومه داره میگه که به این بچه غذای گرمی رو زیاد خورده پوستش اینجوری شده. خب چقدر گرمیجات. ببین کره بادام زمینی یکی از اون چیزایی که اومگا 6 داره و التهاب میاره. التهاب نمیدونم چیه. التهاب مثل ورمه. التهاب جوش اکنی. هر چیز عشقم تو بیا اینجا من کریم برم طرف فدام من درست کنم تره. الان شما باید کاوسه کنجه ببینید. تو باید مثل این فیلم بگیری. الان باید من میذاری توی صندلی. تو فهمیدی مجبوری من برم شکم اینو اینجوری بگیرم. من اینجا بشینم شکمم بگی سنش بالاست اینجوری مثل یاد مادر بزرگ میندازه آدمو کاراش یا میگه مثل اشکالی نداره. یعنی اصلا تا 20 روز به هیچ عنوان شکلات تخم سس مایونز گرم. اوکی بعد از 20 روز چیز میشه دیگه همه درمان میشه دمارو آن اون 20 آسم از چی؟ دیگه ببینم چقدر خودت لاغر میکنی. چای سبز بخور. اوزمپیک نه اوزمپیک. مامان بزرگ چیکار میکنی؟ دارم برای پدر بزرگت شام آماده. این از کجا آمد؟ این فرستادی به آبجی؟ وای خودت فکر کنی بابجی نه این بابجی میفرستم خودش. خانوم دخترتون خواستگار داره؟ چه دکتر مهندسایی خواستن ندادم. مامان نگران نباش من به همشون دادم. آقای کاظمی تراپی حجامت قد مرحله دوم برای سایکشنال کمر تشریف آوردن. این پشته برای ساقین مستعد و به قول معروف گفتنی تا الانم حدود 7-8 سانت از مرحله اولش قد کشیده با لیوان قد کشیده. یعنی شما واقعا همه چیز همیشه باور میکنین شما. رامتین چجوری فکر کردی من یعنی این زنه انتظار داره این خانومه من تازه فهمیدم پری روز که زنه خانوم اینا مثل این کلمه با هم فرق میکنن. تو میدونستی؟ نه من اگه یه نفر بگی زنه یعنی مثل بیادبه خوب نیست. باید بگی زنه من فکر کردم زنه مثل میمونه مثل بگی دختر خانوم ولی نه خانوم فرق میکنه. خانوم با دختر با زنه همه فرق میکنه. من فکر کنم باید به این ما بگیم خانوم. این خانوم باور میکنه میخواد که ما باور کنیم که تو اگه لیوان بکنی که کمر رو قد میکشی شما.
اگه من موندم من اصلا راست میگه تو زندگیم هیچ وقت نرفتم باشگاه من فقط این کار من اصلا دماغ من عمل شده نیست من فقط روی دماغ من اینجوری من آوردم پایین ساکشن کردم با ساکشن کاپ یعنی چی این مسخره بازی‌ها رو باور نکنید شما خواهشاً این چیزا نمیگن بهت همه اینترنت این میگه برو ورزش دروغ دارن میگن بهت این راسته این کار راسته چای چقدر شد 120,000 تومان مامانم بفهمه 120 پول چای دادیم کتری رو میکنه تو نه راست داره میگه به خدا اونقدر برای چای کتری باید بده خیلی مسخره دیگه کار تموم شد اینو دیدی هستی مامان یامان انواع نفرین بگیرم زبانی گیلکی درد مرض هرلب چف اما دلاغ زبرزنگ و گلیله یامان what was that one سوار بابا تو پیاده خدا ترا اوسنه الهی هفته عویسی سر بایه سیابخت ببی مرگ مزه نام دکفت نام اویر خوره الهی آبا کله سر بینی دانا باجه دنبال بگردی الهی آبا سر کخ ببی بگردی خانه نداری یامان نر تره بگیری یامان ماده تی گوله گور بو الهی تی گور زوکه دکفه زوکه و زوزی الهی نه نان بداری نه جان نه don't have bread or don't have body چگر بکلایه ترا تخت سر من بنه تی کلا تخت سر بنم الهی می سیاد دستمال تی سر بایه فکر کنم 30 تا شد 30 تا نبود بعضی از اولها رو شنیده بودم راستی ولی بعضی اون آخری ها اصلا هیچ وقت پشتیم حقت بود خدایش حقت بود تو کلش این پنجه گرگی اینجوری پخ مرده نفر چقدر زختر بخدش از این بلند داره اون نسل بعدیش فکر کنم یادش میاده نه احساسو مبارکتون باشه بشش با قیافه‌ای که خودمون برات ساختیم بر ما قیافه نگید دو بار یه بار کافی نبود قیافه نگید دیگه با قیافه‌ای که خودمون برات درست کردیم سومین بار فهمید دیگه نکرد اوف به چی فکر میکنی کوچولو؟ فکر میکنم که ساعت 3 نصف شب بی‌دلیل گریه کنم و بقیه رو آزار بدم یه روزو برای همین خوابیدم بابا خوب کاری کردی چقدر AI داری رو چیزت AI هوش مصنوعی Artificial Intelligence اونا هر چیزی که مثل برای ابجی میفرستن اونا رو لایک میکنه بعضیاشون این چیه این همه میفرستی با ابجی بعضیاشون دیگه رد دادم نفسم روی 870 نفسم طرفدارم خارج از مرزم نگو شدن عاشق رفتار تنزم دل بده حرفه‌ای مفرگری میخوام کسی نگه طورت واسه من غیر بدی بگوش بهتر لباساتو وقتی با منی فقط تویی که میتونی دلو از جا بکنی میخوام فکر I've actually never heard Persian rap a day in my life. Why is it kind of hard? منم تو رو دوست دارم شده سهم تو دلم هی دختر تکونش بدین تکونش بدیم هر چون خودش خواهر خیلی خواهر how do you say what's sister in Farsi خواهر خیلی عالی این خواهر توه این خواهر ماست دیگه خواهر ماست خواهر آری هر چی بود what's اسمش چیه خواهر آری نه اسمش تیناست تینا مرسی برای این دنس تینا حقانی خوبه ولی تینا آری هم قشنگه به سرت خرجتون نمیده همین الان بلاکش کن راست داره میگه دیگه غذا درست کردن و ظرف شستن وظیفته اینا وظیفه مادرته عزیزم Oh God یا بود I thought my dad نمیگیره طلاق بگی بدبخت مهریت هم میشه جونت شوهر بیرون نمیبره یکم فقط آرایش باید تمرین کنیم ولی من فکر نمی کنم کمدین خوبه به سرت خرجتون بندازش بیرون خب حق داره بندازینش بیرون دیگه مطمئنین اندازه شما بوده؟ بله من زمانی کردم چاق چله خوشگل زیبا چشمای آبی با دبله کار میکردم بازو داشتم به این کلفته مثل من؟ 2 متر قد داشتم 2 متر قدیم با سن اومد پایین قدیم حساب کنی الان میشه 4 متر الان میشه 4 متر همه چشماشون از کاسا در میومد مخصوصا اون عمه فیسفوسه عمه کارشتری نه همین جیبی ما رو زد و مرد تو دستش چیه؟ جیبی ما رو نمیزد میگم اینا همه به کنار بله این بابای خدا بیامرز من به شما چیکار کرد که طولی و عزی با هم آب رفتی شما ما همینیم
خلاصه نپوشم مامان من. خدایش همه پیرزنای ایرانی اینجوری ان ولی میدونم همه‌شون نمیدونم کمراشون اینقدر نمیدونم موهاشون تا زمین صاف یه چیزایی که اصلا نیست نمیشه. اینو دیدید حالا؟ نه من هیچ وقت عشق عجیب اول عشق چی؟ این عشق ابدی نیست که بابا. چیه؟ این بفرمایید شامه. اوه اوکی. نمیدونم چجوری یه روز ولی من باید برم تو بفرمایید شام. برو برای شام برو شام برو. من چی غذای خوشمزه میتونم درست کنم؟ چی میتونی درست کنی؟ غذای ایرانی اصیل. یه دونه غذای ایرانی میتونی درست کنی. میتونی کباب درست کنی سخت نیست. کباب که میتونم ولی کباب خوبی خروش آش پاش آش باید دستور از آبجی بگیرم تو از یه مرد یه آش نمیتونی درست کنی. الان شبیه اون مرد شدی. نه این یه دونه اپیزود بود از فرمایشام که خیلی خوب اینو دو تا دوام میگیرن. خواهش میکنم اشکال نداره. برای شام میخورن شام خوردن. زغال تو صورت ما خورد. وقتی شما میرین مهمونی توقع داری که از شما پذیرایی بشه. ببخشین که من براتون پلو درست نکردم. خواهش میکنم اشکال نداره. بزرگ خودم میبخشم ولی شما هم ناراحت نباشین. اینا تجربه بشه برای دفعه‌های بعدتون. من بسیار میزبان خوبی هستم. من هر هفته خونم مهمونی. ببینید من حرف شما قطع نکردم. لطفا مؤدب باش حرف قطع نکن. راست داره میگه. احتیاج ندارین که شما به من بگین که مؤدب باشم یا نباشم. پس من سکوت میکنم هر وقت حرف شما تموم شد من حرف شما خیلی عصبانی که پنج گرفتی اون چیزی که لیاقتتون بوده و شایستش بوده گرفت. من اون اپیزود دیدم خداییش اگه من بودم من شامین خیلی شماره بالا میدادم. نمیدونم مشکلی شامش خوب بود شام درست کرد. سنا شد که پلو نداد بهش ولی جلوی اینا مثل زغال رو روشن کرد. اینا انتظار داشتن که اینجوری نباشه. بعد بیچاره زنه بهشون میگه مثل اگه شما سردتونه ما بریم تو بشینیم. تو هم مثل چیدم میز داریم بریم تو بشینیم. همه گفتن نه. بعد وقتی شد که نمره بدن همه گفتن ما رو بیرون نگه داشت تو یخ. خب زنه به تو گفت برید خانوم به شما گفت برید تو. یعنی چی؟ یعنی چی؟ Oh, this is in English, thank God. A folk song from Northern Iran. No, these Persian songs aren't the same. First, it's like a really old song. خیلی قدیمیه. وایسه میخوای ویدیوی واقعی شما ببینین؟ Okay. یه دختره هست توی تیک تاک اینقدر من میخندم ویدیو اینو نگاه میکنم فارسی حرف میزنه با ولی لهجه تکساس. راستین وایستا بهت نشون بدم تو این. من الان دارم یه ذره پولو با مرغ میخورم. نوش جانت. زور خریده بودم. زور خریده بوده. میخورمش. بخور. توش یه ذره زیتون داره. پولو داره. توش گوجه فرنگی داره. توش لتس داره. کاو. گرمش کنیم بعد دیگه بخوریم. میدونی چیه؟ هر وقتی تو میگی من فارسی هم مثل اینه. هر وقتی که میگی فارسی هم مثل اینقدر قوی نیست. من همیشه فکر کنم فارسی هم مثل اینه. میخوایم با هم آماده بشیم. از این ور میداریم میذاریم رو چشممون. چشممون. میبینیم به آسمون میذاریم رو چشممون. ولی اگه زیاد بذاریم یه ذره مثل دلغک میشیم. دلیلی که اینقدر اینو دوست دارم است که احساس میکنم که همه بچه‌هایی که از ایران خارج بزرگ میشن مثل ما یه مدل اینو خودشونو داره. این خب تکسیزی میکنه. ما همینجوری مثل از خودمون همینجوری میکردیم. ما کوچولو بودیم پچو کتانی میگفتیم کتانی بغل instead of بغل give me a بغل. یا من به جای مثل داداش همیشه هم دیچ میگیم دوداش. یه کوچولو عوضش میکنی. اصلا مزه میده وقتی آدم اینجوری کنه. This one's a funny one. این کیه؟ این بچه وای چند تا پول بودم. یا کنسترکت منو ببین. نه اصلا یعنی خیلی تو پول بودیم. آژیر میزنه بعد جوری تو پول بودیم. من گفتم آهای دادی بیاد هر دیون هست دیگه کارش تعطیله. نگو کریان منه. کریان منو باز میکنن وسط ایرپورت همینجوری انگار مثل تو صحنه فیلم. اینجوری لباسا رو داره. چقدر تو پول بودیم. الان چقدر اصلا احساس لاغر و خوشگل سنگین بودیم بابا. این خیلی سنگین بودم. اینجوری بالا تو آسمون نگاه می‌دارم فکر کنم من 100 کیلو بودم تو این. فکر کنم خبره بابا 100 کیلو بودیم که مثل این الان خوب خوشگل شدیم. نگاه کن اوی مواظب باش. 100 کیلو نمیتونی باشی همیشه. 100 کیلو باید باشی که مثل این دیرتر بدن مثل این خوب بشه. واقعا دیگه I was mortified.
که فکر کن این همه چیز خیلی خنده‌دار بود. مرسی رامتین. اصلا عالی بود. اصلا خیلی عالی بود. مرسی که با ما این فیلم دیدی. ما ایرانی تکساس الان. برو بابا. خیلی خوشحال شدیم که امروز با ما میتونستیم وقت بگذارید. اگه شما از این ویدیو خوشتون اومد به ما بگین حتما. دوباره درست کنیم. مرسی برای همه چیز. خداحافظ.